یک دامنه کلش جمع شده خود یک جایی بعد از او آمده. وای 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 این اگر روز می بود آدم یک خبر می شد یک چاره. تمام من جایشان هم سیل اینجا سیل زور فهمیدین از اینجا شروع است. اون خانه سیلی است که نمو تو که رفته دیگه چپک که در رفته. شما خانه کجاست؟ بریم تصویر بگیریم. از اینجا خلاص شدیم باید تا اونم دره ما باید بریم خب که از کجا شروع شده. اینجا یک دفعه بریم در این خانه هم که شهید داره سلو همونجا استاد شد برو سنگ نه باش خیره توش دروازه تواز کن. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحتمند خیرتی است؟ جور هستین انشالله؟ شکر. یا کدام شرکت آورده یا از طرف؟ خوب هستین بخیر یا نکتان جور است؟ ریاست سرسبزی. خواه او شمیدانیز دیگه خیر ببینی. او دیگه چی است؟ کلینیک است؟ کلینیک است. در این ساعت چند نفر شهید داده ای خانواده؟ این خانه فامیلی 9 نفر در اون خانه شهید شده. هم خانه اول؟ هم خانه اول اینگی 4 تا در زیر شده. 4 تا در زیر شده. دیگه از بالا زندان گمان است که چند تا شده. 3 تا اینجا شده. 3 تا اینجا شده فامیلی. 6 تا اینجا خانه شده. تو بردش شکل. 6 تا دیگه یک جای شده. 6 تا دیگه جای شده. از کمک کی طرف بیا پدر جان؟ از خانوادهشون کسی هست؟ کی هست؟ بچه‌ش مثلا از یک فامیل پدرش مانده فامیل دیگه اشته یا برادرش مانده دیگه اشته. اینجا شهید هم داریم در اینجا فامیل است.
سه فامیلی جا پایین است. یک فامیلی جا پایین است دیگه زیر بسیار از شهیدای ما بکی زیاد است. اقاربش خواه است نه یک نفر خواه کشه. خانه کار میکنه از اینش نیست دیگه زیر کل اقاربیشان اونجا کار همه گل و چیز از خانهشان میگیریم. خب یک دفعه میریم پایین باز پس میریم همونجا میریم شمارام میگیریم از این خانواده را یک کس را بگو که باشه از او خانواده را در پایین هم است نه از امور هم پیدا کنین ما پس میریم صحیح است پدر؟ بخیر باش قربانتان بخیر. دکتر صاحب خوب هستین؟ جان جور سعادت خوبه؟ چی حال داری؟ بیا نه پایین بیا که یک دو کلمه گپ دیم بیا یک کمک کو طرف برو جان کاکا چطور است امرای وظیفه چی حال داری؟ بخیر هستین؟ چند روز است که اینجا هستین؟ از همین روز اول سیلاب بود از روز سه شنبه شب روز همینجا هستین؟ شب روز نه تا 5 بجه 6 بجه هست. خدا خیرتان بده. اینجا مزخمی سطحی میه یا اینجا فقط یا کمکی طرف زخمیایی که جرحهایشان کم است دیگه پاسمان شدن پاسمان دوم سوم شون ما میکنیم اینجا دیگه همون کلگی دیگه فعلا همون شبی که باران بوده هوای سردام رسیدشان سیل و سنگ ریزش و زکام این چیزا گلوندرد زکام ریزش جاندرد سردرد سال گلوندرد این مشکلی مردم است و ساعت عامه پروان تشکری میکنیم ازشان و از تجارای محترم کسای کمک کردن دوا ما کلینیک سیار تشکیل دادیم در 3 روز عاجل اقدام کردیم و کلینیک سیار مریضای سراپا کسایی که مشکلات دارن یعنی دوا کل چیز دیگه اینجا مجهز داریم سیروم گرفته تا هر چی که ضرورت باشه ما برای مردم آسیب دیده در نظر گرفتیم امروز تقریبا ما 120 نفر تا 12 و نیم بجه او پی دی کردیم دوای مورد ضرورتشان دادیم و سر از فردا برای ما کلینیک ثابت جور کردیم اون قسمت کلینیک مانده 2 کانتینر فردا بخیر سر کار شروع میکنیم اونجا به شکل ثابت حالت سیار بودیم در این کوچه میرفتیم در اون کوچه میرفتیم حالا ثابت اونجا مرکز ما شده دیگه بتونیم یک کاری به مردم خدا خیرتان بده سلامت باشین که از خانه و جایتان دور به خاطر خدمت مردم آمدین ما هم دیگه اینجا آمدیم که یک سروی کنیم خانوادهایی که شهید دادن یک چیزی که اتشان کمک کنیم دیگه گفتیم با شما رو یک اولتان بگیریم قربانتان بخیر باشین موفق باشین قربانتان خب میریم بخیر پایین بازگشته میریم خانواده شهیدا رو میبینیم گیر آورده؟ گیر آورده گیر از بالا آورده این دوست 9 نفر در این از استاد بود 9 نفر شهید داره کجا از خانواده از این؟ خانواده از این دیگه کارگرها بودن مکمل کلش ثبت شفاخانه است دیگه یعنی هیچ کار ما به جال ندار هر کدام ما یک جور لباسی به جان ما بود است دیگه هم از زندگی رسید هم از زندگی این کالای هم که در جانت هست گفتی از بچه خالیت است؟ بچه خالت این روز کالای مامای خدا پوشیده بودم لمشکار بار و چیزا از این جار آورده خب؟ دیگه اینی دو جاری یک جای شده یکی از آمده یک جار از این سو آمده رسیدیم دوستان عزیز در پارچه نو که اینجا شدت سیلاب بسیار زیاد بوده و میریم حال بله دقیقا اینجا خانه بوده اوار شده میاد تو که پایین بریم وطن دوست این طرف بیا اینجا در این خانه 5 نفر فامیل بوده تمامش فقط در اون متشنا پد شدن همونجا خداوند نگاهشان کرده همه تو راست نه؟ با گفته از این بیادر 2 تا 2 تا شهید داد یک مادرش انجینر زیر تاکو پیدا کرد مادرش اینجا در تاکو شهید کشیدن کرده نه جسدش
از این قبل پایان بود یک بغل میش بود دیگه هیچ جای شناختایی نشد که آیا اسکی بود اسکی نبود بالای از این مادرش گم شده بود 3 روز تیر شده بود باز دم پایان کشیدندش دو پایش هم قطع بود اسکاتر پایش قسمتی که اون اشتکا استاد از دو دانه تا فعلا هم جسدای مردم هست که نامعلوم نیست که در کجا است همین زیر خاک است دیگه واره که کلش الله همین سیل آورده زیر از هم تا فعلا هم سرش کاوتور گرفته دیگه زیر از هم جسد کل از اینجا تا اینجا کلی خانه بود در خانواده می کمترینش 8 نفر 9 نفر و زاد 9 نفر اگه 5 تاش پیدا شد 4 تاش گمان در این خانه هم 2 نفر گفتین چه فکر کو که آن از سر بغل کو که نفر آورده این نفر در جای پروژه پیدا شده اونجا سه کی جا سه کی 20 کیلومتر راست هم یک دختر زنده مونده دیگه کس نمونده اینی خانه گرفته ده شاه هیچ شور نخوری یک دقیقه این چی بوده؟ رکشا بود ینگش هم شهید کرد مادرش هم دو بیادر تیم بودن با خودترکی را تیم بودن یک مادر داشت که یک بیادرش زن داد حالا زن بیادرش هم شهید شد مادرش هم از این خانواده کسی مانده؟ یک 2 نفر مانده در فاتحگیری دارم 5 نفر از قومای ما زیر خاک بود تا امروز کشیده میشه 5 نفر از فامیل یک دخترکش مانده 15 یک تاش هم زخمی بود 2 روز زنده بود 2 روز بعد هم پره روز شهید شد خب ما هم خانواده که شهید داده نمیاره از اقاربش اگر کس مانده اونمو را شماره تلفنش کار داریم یک آدرس باشه که فاتحگیری داره خب کل قوم اونجا از کل شماره بگی بازنده شماره شون دیگر میتونم شماره ها دیگه اون استاد عبدالله گفت میگه لیست عمومیش میگه پیش ما است که در شفاخانه گرفتیم از همین مردم هم هست پیشت نه امامای ما 2 دانه شهید دادیم یک 3 دانه زخمی کی هستی شهیدا؟ محمد ابراهیم هستیم چیز از مرای نام خودت چی است پدر؟ نام خود محمد ابراهیم اینی تذکرهایشون هست عکسایشون هم دمی هست یا تذکرهایش هست؟ تذکرهایش بله امور ببخشی بده من یکیش بچه ما یکیش نواسه اینی نواسیت است؟ اینی بچه روحیت نواسیت است؟ از مرای بچه ما اینی هم روزمره محمد ابراهیم بچه‌ت بود؟ بله از فامیلش شفاخانه است زخمی هستن؟ زخمی و چیزی که از جانب پروردگار از پدر دیگه ما و شما چی کده میتونیم دیگه خداوند پاک غریق رحمتشان کنه دیگه شما را صبر جمیل نصیب کنه اینم شماره تا ما گرفتم انشالله باز ما برات زنگ میزنم سیس از کس دیگه مگز بتین از ما تلفات خانه است خانه رو بسته دایی نه کسی که شهید داده خب کسی که شهید داده همسایت است اقاربش است هر کسی که هست میشه که برای ما همه شهید اول داره اول مقدمی اول محمد ابراهیم ولد سرفراز است سیس خب بیا که میریم پایین میریم باز پس خب بیا بیا وطن دوست بیا بیا الله اینی اینی که سیل از این بالا آمده ها اینی خانه را شماست تشنگاه دیگه شمیجه بود سیل اون از اوجه تا شده خب در کدام خانه بود مادر جان؟ مادرم در این خانه بود سیل برد ما در کوچه خب مادر جان که اولاداک ما برای سر صفحه که در این سیل از کوچه میه سیل از این سو آمده سرچپا آمده با 2 کیلومتر از پایان شهیدش پیدا کردیم از ما 4 نفر زخمی است 1 تا شهید داریم در مقاط کلشان جورشان ما هستم پدرتم خانه است؟ پدرم کجاست پدر؟ با شما فرار کردین؟ یا نبوده؟ در حالت فرار گرفت خب تام بودی خب مادر جان چطور نجات نتادین؟ خیال وقت نبود که وقت جان خدا بکشید پدرم همیجا دکانکایش از قرآن پاک است که سیل و مسیاری مردم میان میگه قرآن شریف ها سیل دارد بیا 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 تو که قرآن پاک کسایی که رخ سیل دور داد سرپانش میگن که بسیار مردم که آمد تفسیر شریف از قرآن شریف که پدرم همیشه تلاوت میکنه همیجا نمی دکانک میباشه
قرآن شریف ها اصل سیلبردی طرف بوده؟ از مستقیم در روی سیلبرد بود. با سیل از اینمی دم سیل دور داد امی رخ سیل سر پایان کرد. اگر نه سیلبرد امی تو مستقیم. فامیلتان نی طرف فرار کرده؟ فامیل ما در رخ سیل فرار کرده. سیل اصلا از این کوچه می آمد. برای همیشه همسایه معلوم است. سیل کال سرزوری سرچپه آمد. فامیل ما که برام دمی سر صفحه که بر آمد دمی روی سیل سر پایان شد. قرآن پاک از دیگه. والا. برزی هیچ آسیب نرسیده. کلام خدا را خداوند خودش گفته که من خودم نگاه میکنم تا تر نشده. ببینین این خاککایشم اینه ببینین که هیچ چیز نشده دیگه. خداوند پاک خودش میفهمه کارش. این دوکانه که پدرت است. این عکس از کی است؟ این عکس از خود پدرم است. عکس جوانی هایش است. خب باش کمی پدر جان ببینیم. میاییم یا الله خیر پرده. اینه میمانده. سلام علیکم. پدر جان خوب هستی؟ جانک جور است. خدا ببخشه. بخیر هستی؟ نوشک جان پدر. نوشک جان. کلگی دمی خانه بودین؟ اینو پاک کردیم تا اینجایی که اینو پاک کردیم. پدر ما میگه آمد. دیگران روش نمیگیرن تو پاک. بیشی نانک کتاب خوب پدر بیشی. بیشی دیگه چیزی که از جانب پروردگار است. ما شما چیز گفتن نمیتونیم. جور بخیر. حاجی صاحب خوب هستی؟ جانک جور است بخیر هستی؟ خب اینا هم فکر کنم همینجا خب از کمک دوستا است. خدا خیرشان بده. شما پدر جان کلتان دخو بوده؟ نه دوران شد. کلوش کن. دوران شد. زمین لرزه پیدا کرد. برآمدیم بیرون. برآمدیم از روش نرمی ولی آمد. اتونی که خیلی مثل عبر واری سیل آمد این تو در اون دچات بود. دم چات نخورد سیل. اون تو که آمد او خانه را پروند گادراش سال. اون گادراش باید در خانه را که زد دیگه که آمد دروازه را زد باید دروازه را در خورد اونجا زنم بیرون استاد بود. دکتر شم و در دکان خبرم نید من دکانه بود کم یک چیق زن مرداشت بچرم دخترم زنم مرداشت باز صبحش با دیگه زنم مردش بچرم از دیر خط کشیدیم 200-300 متر با دو تا دیگه فیننده شفاخانه هستن زخمی دخترک در خانه هستن زخمی شده زیرگیر شده مادر خود یک جای بوده اونجا یک دست مادر اعلان نداده اونجا یک بایره بند کرده
این میخواد دخانه بزنه نتونست. از این برنده دخانه که میخواد داره نتونست. تو تیز میشه. فقط مرمی واره. این خانه را که زده یه خود نماده گیری بغلتان. از اون خلا خیز داده. از اون خلا 20 متر امی روی زمین خوش کرد. امی 20 متر را خیز داده مرمی تفنگ واره. راست دنیمی زده شده بیده تو نبود که راه کنه. با من اینجا استاد شدم که در اونجا سیل میرم. 20 متر اون از اون خانه تا به اینجا 20 متر میره. 20 متر برش بود. 5 متر بلندی می سیل بود. او نبود. فقط ریگ و جغل بود. مرمی اوره میره. از اون خانه تا این خانه نمید تو دریا واره خانه. فقط دریا. دریایی که طغیان میکنه. امی سیل اونمو تو میره. یعنی ریگ و سنگ و جغل میگن 20 متر برش 5 متر بلندی از این خود دیگه موتر وره رکات اینم تو که میره واسه این خانه را وار کرد دو خانه یک واسه چیز راست دوی که راست سر زمین اینم تو زده تا دورها خانه چپا شد مرد همون سیل دیگه از ما او سیل نبود اینی از قلا ما خیزد این قلا را چپا کرد اما خانه از دور کلش کم آورد به خانه ما از این طرف اومد. خودت بچه‌ش مسر همی حالت دیدی دیگه. شاید دور از تصور باشه دیگه. خودم میگفتم اشتاد دادم. چشم دید. من اشتاد دادم. دو بجه شو بود. نوریم بجه بود باران شد. بسیار دانه دانه. از باران این نامده. گفتم باران نشده دانه دانه میبود. یک دم سنگ رخ کرد به امر خدا. اون سنگ و جغل به امر خدا رخ کرد. بترکل رخ کرد. موتر واره. این باران نبودی، سیل نبودی، آفت آسمانی بود. دنیا را زد خراب کرد. از خودت باران شدید اینجا نبوده. آفت بوده هیچ. زمین نمیشه نشاند، همه باران شد. او فقط هم خودش به باران نرکد. خدای معلومه دست و قیش خانه خانه رو بزنید که سر برنامه داخل سیلم تا آتش باد میکنه. آتش سانگ میخورد آتش باد میکنه. دیگه این سیل نبود. این سیل نبود. به حکم خدا حرکت کرد هر چی کرد. زمین خود شد حرکت کرد. این وار کرد، او وار کرد، پشت سر وار کرد، دو تا این سر وار کرد. خدای نمیر به من نگاه کرد. فامیل ما غیر هم یک نفر جور است. دو تا در خانم دو تا شبخانه است انشاءالله مرگ خلاص هستن. خانمت از دست داد. اونم از دست رفت. اما ما با خود تسلیت میتونیم که اجلش آمده بود. دیگه چیزی که اگر نه کی میفهمه که یک وضعیت میشه. ببینیم که یک واقع شده است. ببینیم چی میشه. بیا خدا کریم از پدر دیگه. چیزی که از جانب پروردگار است دیگه ما شما با مو تسلیم هستیم. نان طبخ ما سرپایین میریم. شماره عبدالله جان گرفتم ما. باز انشالله در تماس هستیم. بخیر باشه. یا الله خیر. چی آمده؟ اردوی ملی آمده؟ چی جور کرده اینجا؟ این نه میگه نه سیل بوده نه باران بوده این فقط آفت پروردگار بوده. خداوند پاک که امر کنه در یک لحظه دنیا را به دیگر روی میکنه. اینمی هم یکی از نمونهایش است. تا چی وقت ما و شما غافل می باشیم؟ تا چی وقت این ملک قدر ظلم بربریت جریان داشته باشه؟ از اینمی باید پن بگیره. این سنگ که میبینی این سنگ چی رقم سیل میاره و اینجا تر نشده. از اینجا میگه پرش که در راز ده اینجا زده سیل خدا. جا خوش کرد یا کلش خانه بوده که خانه بود. از اینجا را زده. از اینجا
تعداد 3-4 تا گم است فعلا. آه 3 تا گم است. از اینجا؟ آه از اینجا 3 تا گم است. هم خانه بود، تو طرفش هم خانه بود. این میام مکمل خانه بوده. کلش خانه است. کلش خانه اونو کوچه‌اش بود خلاص. دیگه مکمل از خانه. مکمل خانه. از شما کجاست خانه بالاست؟ از ما بالاست. خودت بیدار شدی باز؟ خود ما دم سانه سیل 1-2 متر 3 متر اصل ما دور بودیم. ما غیر از آنم کوچه با ما دیگر فرار نمانده بود که ما بی بیادر گم میگه اگر رقم فقط سیل میگفتی که سنگ در سنگ میخورد آتش واره بود. ها. این نمی بود که تمی سنگا کرد. این نمی سر حرکت کرده بود. این نمی. از ما اونجا خانه سفید است. ای در منزل 3 خیس میزد سی. خانه شما بتون دو منزل 3 خیس میزد. در شهر خورد اون گادر پالو خانه خورد گادر خود کرد. در پالو خانه ما 20 خانه را یک صدایش یک 10 ثانیه یا 20 ثانیه شنیدیم دیگه کلشان زیر گل شدن صبح وای 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 چی کنیم پدر دیگه چیزی که رضای پروردگار مردم که برآمده بود که بخشش را و چاره نمانده بود همونجا خودش گفته بود بانک حالا برد همین صدایشان هم با مردم برسانه خیر قربانتان پدر خانواده که غافلگیر شده دیده که از اردو طرف آمده زن و بچه خود کلش میگه نمیتونه گرفته خانه است کلش از بین این خانه است وقتی که برآمده که سیل از اونجا خطا خورده با سمیال اولاد بغل کرده شیشه دم خانه از دروغ سیل آمده یک دخترکش یک 5 دقیقه 10 دقیقه پیش فرار کرده او هم دموش آخر مو خانه دم تشناب 5-6 تا خود گرفته بودن دقات تمام یک تا بچهش که زخمی برآمد هم روز اول برای روز فوت کرد تو هم نمیشه خانه 428 یارا باز کشیدن یارا باز کشیدن هم 4 تا دیگه شهید شده میریم هم تا پایین ببینیم دیگه که ما برنامه اشک و لبخند یک برنامه کمکی است همین خانوادهایی که شهید دادن یک چیز میخواهیم که اتشان کمک شویم دیگه او کمک هم ما نمیکنیم کسایی که در خارج از افغانای ما 5000 2000 10000 که روان میکنن ما را مسئولیت داده که شما برین تحقیق کنین سرویتا نکنین برای کسی که مستحق واقعی است برسانید دیگه حالا ما آمدیم که یک دوره دیم دوستایی که بود این شماره‌اش گرفتیم باز به فرصت برشان صبح دیگه صبح زنگ میزنیم که بیاین که اونجا یک چیز برشان کمک کنیم با عزت باشی پدر قربانت